هنوزم توی تولد بچت کیک مرغ و ساندویچ اولویه درست میکنی؟ بیا این فینگر فودهای جذاب و جدید رو بهت یاد بدم تا واسه تولد سنگ تموم بذاری. سومین جلسه آموزش رایگان فینگر فود کودک. اول چند تا کاغذ روغنی رو با هر قطری که دوست داری گرد برش بده. بعد کاغذها رو مثل فیلم 2 تا بده. حالا یکی از خطها رو برش بزن و کل کاغذ رو مثل قیف لول کن و با یه چسب نواری یا منگنه ثابتش کن. حالا خمیر هزالای مخصوص غذا رو پهن کن و نوارای نیم سانتی یا 1 سانتی برش بزن. هر نوار رو دور یه قیف به صورت اوریب بپیچون. حالا همه قیفا رو توی سینی فر بذار و روشو با زرده تخم مرغ بپوشون. قیف‌ها رو به مدت 10 دقیقه داخل فر با دمای 170 درجه بذار. بعد از پخته شدن یکم که سرد شد کاغذ رو داخل قیف بپیچون تا به راحتی از قیف جدا بشه. میتونی داخل قیف‌ها رو با سالاد اولویه، مرغ، ماست و یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داری پر کنی. در آخر هم برای تزیین قیف‌ها به شکل هویج میتونی از شیوید، گشنیز و یا جعفری استفاده کنی.